بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. یکی از بزرگان علماء شیعه که حق عظیمی به گردن شیعیان دارد، وجود مسعود مرحوم مبرور محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی است، معروف به صدوق و معروف به ابن بابویه. قبر مطهر ایشان بین شاهزاده عبدالعظیم و تهران ابن بابویه معروف، قبر ایشون اونجاست. این بزرگوار شخصیت مهمی هستند در میان شیعه. اولا به دعای امام زمان متولد شدند. پدرشون درخواست کرد به وسیله حسین ابن روح از ساحت مبارک امام است ارواحنا فداه که حضرت دعا بفرمایند خدا به ایشان فرزندی بدهد که مروج شرع و دین باشد. حضرت هم دعا فرمودند خداوند 2 فرزند خواهد داد به ایشان که فقیه باشند. مرحوم حاجی نوری قدس الله سره که از بزرگان محدثین امامیه اند، درباره صدوق می‌فرمایند عدالت الرجل من ضروریات المذهب. عدالت ابن بابویه از ضروریات مذهب شیعه است. یعنی هر شیعی در دنیا معتقده که ابن بابویه عادل بوده است. اگر ما قطع نظر کنیم از سیادت حضرت عبدالعظیم که فرزند امام است، از این جهتش قطع نظر کنیم، معلوم نیست که ایشون از ابن بابویه اهمیتشون بیشتر باشد. شاید ابن بابویه خدماتش به دین و مذهب بیشتر بوده است از حضرت عبدالعظیم. به هر حالت ایشان یه ملایی بودن مبارز، یه ملایی بودن که مرز دین و مذهب را حفظ می‌کردند. شنیدند در نیشابور جمعی از شیعه ها را اغوا کردند، رفتند و به راهشون آوردند. مرد بزرگواری بوده. خلاصه کلام یک سفر، همون سفری که رفته بوده مشهد و برگشته نیشابور و مدتی مونده و خیلی ها را به راه آورده است، برمیگردد به ری. یک مشکل مهمی داشته است. این قصه را که نقل میکنم صرف تاریخ نیست، یک نظری هم دارم، خوب گوش بدید. شبی یک مشکل مهمی داشته است که اون مشکل به این زودی ها حل نمی شده، یک گرفتاری سختی. شب در عالم رؤیا خواب می بیند که مشرف شده است به مکه معظمه زاده الله شرفا و تعظیما و در مسجد الحرام مقابل حجر الاسود ایستاده و اون دعایی را که وارد است که باید حجاج بخوانند، اون دعا را دارد میخواند و اون دعا این است: میستن رو به حجر الاسود، خدا همتون را با پول خودتون نصیب کند انشاءالله. خدایا به حق پیغمبر، پیش تو سهله ولو در نظر ما سنگین بیاد، به حق پیغمبر همه همین جمعیت مرد و زن این مسجد مرا با پول خودشون مشرف به مکه بفرما. عرض میکنم که حاجی ها وقتی میروند تو مسجد الحرام و میستن جلو حجر الاسود و این عبارت را میخوانند: امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی عند الله، یا عند الله ندار، لتشهد لی بالموافات. امانتم را ادا کردم. امانت چیه؟ توحید، اقرار به یگانگی خدا. و میثاقی تعاهدته، و با اون پیمانی که بسته بودم در عالم زر با خدای متعال،
اون میثاق را و اون پیمان را به عمل آوردم، آمدم اینجا و اظهار بندگی خدا را کردم. تو شاهد باش، روز قیامت شهادت بده که من بنده خدایم. لتشهد لی بالموافق. مرحوم ابن بابوی دید که تو مسجد الحرام و جلو حجر الاسود ایستاده و این عبارت رو میخواند، همین عبارت ها را. یه مرتبه متوجه شد، به یک طرف دید حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا فداه اونجا تشریف داره. به حضرت شکایت کرد از گرفتاریش که مبتلا به یک چنین گرفتاری سختی شده ام، لطف و عنایتی بفرمایید این مشکل مرا حل کنید، این گرفتاری مرا برطرف کنید. حضرت فرمودند لما لا تصنف فی الغیبت کتابا. غرضم از ذکر این قصه همین جایی که میخوام یه نکته رو حالیتون کنم. حضرت فرمودن چرا در غیبت من کتابی نمی نویسی تا حل مشکلت بشه؟ یعنی اگر میخوای گره از کارت برداشته بشه، مشکلاتت آسون بشه، خدمتی به من بکن. این نکته حساسه که میخوام به شما بگم. اولا بدانید استفاده ای از شماها در نظر ندارم در گفتن این حرف ها، فقط و فقط خیرخواهی شما، راهنمایی شما در آن اموری که من خودم آزموده ام، تجربه کرده ام. من آزمایش مکرر خودم کرده ام و رفقا و دوستانی که گوش دادن به این حرف من و کرده اند، اونها هم آزمایش مکرر کرده اند. شاید آزمایش هایی که در همین یک موضوع به عرضتون میرسانم از 100 متجاوز باشد. خودم رفقایی که گوش به حرفم میدادن، هر وقت یک گرفتاری سختی پیدا میکرده ام و میکرده اند، عوض این که این در بزنم اون در بزنم، تغییر ببین نغیره ببین، احمد چارباغی را ببین، به این متوسل شو به اون متوسل شو، این طرف بدو اون طرف بدو، عوض اینا شروع میکردم به یک رشته خدمتی به امام زمان. 10 تا منبر میرفتم برای امام زمان، امام عصر را تو دل مردم وارد میکردم، دلشون را به حضرت نزدیک میکردم. یا یه چیزی مینوشتم، یا یکی از خدمتگزاران امام زمان را کمک میکردم، یا عده‌ای را به عرض ارادت به ساحت امام عصر وامی داشتم، یک کاری که خدمت به امام زمان باشد، که این بزرگوار در دل یک شیعه‌ای درست وارد بشه، یه شیعه‌ای پیوندی با حضرت بگیرد. یکی از این کارا رو میکردم. باور بفرمایید به جان خودم، به جان شما قسم نمیخورد، به جان خودم قسمه، هر وقت مشکلی جلوم آمده، مشکل مالی، مشکل خیالی، مشکل کاری، اجتماعی، انفرادی، فشار می آوردم رو خدمت به امام زمان. مطالبی مربوط به حضرت درس می گفتم، می نوشتم، یاد می دادم. 4 تا منبر به نام امام عصر می رفتم و قلوب شیعه را متوجه به حضرت می کردم. یکی از این کارا، ما آخوندا پول که نداریم که پول خرج کنیم، و او رفقای من که پولدار بودن پول خرج می کردن، گرفتاریشون حل میشه. نظر می کردن برای امام زمان. بهترین نظرها از جنبه تأثیر و اثر و سرعت تأثیر نظر برای امام زمان. از نظر بی سه‌شنبه و سفره ابودردا و نمیدونم این خرت و پرتایی که زنها دارن، از توسل به چنار و منار و نمیدونم سقاخونه و امثال ذالک بالاتر است نظر امام زمان. در راه امام زمان پول مصرف کنی. به هر حالت من خودم و رفقای خودم بیش از 100 مورد تجربه داریم که وقتی یک مشکلی جلومون می آمده، عوض این که بدویم
متوسل به وسائل ظاهریه بشیم، این در بزن اون در بزن، اینه ببین اونه ببین، عوض این کارها البته یه مقداری هم جریان عادی رو از دست نمیدادیم، با توکل زانوی اشتر ببند، ولی عمده متوسل به حضرت می شدیم و خدمت برای حضرت می کردیم. لااقل اسمش را به گوش 4 تا برسونیم، لااقل 4 تا از خصائص حضرت را و عنایاتش را بگیم که شیعیان مهربانتر بشن، علاقهشون بیشتر بشه، یا 4 تا خط بنویسیم، یا 2 تا بچه رو 3 تا مطلب یادش بدیم مثلا. فوری مشکل حل میشه، فوری. معجز آسا بسیاریش برخلاف ترقب و انتظار ما بوده. ببینید حضرت به صدوق چه میفرماید؟ میفرماید لم لا تصنف فی الغیبت کتابا، تو گرفتاری داری، چرا کتابی در غیبت من نمی نویسی تا گرفتاریت رفع بشود؟ یکی از کلیدهای گشایش در گرفتاری هاتون اینه که عرض اخلاص به امام زمان بکنید، خدمتی به او حضرت کنید، خدمت مالی، خدمت قلمی، خدمت زبانی، نگهداری نوکرانش، تحکیم کردن مبانی آن حضرت در قلوب شیعه. این یکی از کلیدهاییه که اگر وارد شدید فوری گره از کارتون باز میشه. حالا من اون چه شرط بلاغه با شما گفتم، شما میخواهید پند بگیرید، میخواهید ملال بگیرید، میخواید عمل کنید، برو عمل بکن تا ببین همینطوره که من میگم یا نه. این حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه، فهمیدید یا نه؟ برو تو میدان عمل به جان خودم بی بچه مدرسه یا دبیرستانی اینا گاهی تجدیدی می آوردن. ما باهاشون قرار گذاشتیم که شما فلانه خدمتی که در خور فهم و فکر و شرایط زندگی اونا بود، این خدمت رو امسال بکنید. اگه تجدیدی آوردید کردن، ابدا تجدیدی نیاوردن. بالاتر از این در 180 مایوس بودن که در کنکور قبول بشن، 180 خودشون یقین داشتن رد میشن. ما اینها رو شارژشون کردیم در راه خدمتگزاری به حضرت، خدمتهای خاصی رو دستور دادم بهشون، کردن. نجات خود حضرت اینها در کنکور قبول شدن. چجور قبول شدن؟ این شاگرد 10 و 11 شدن، میونه 20,000 17,000 18,000 جمعی. خودشون حیران بودن چطوری؟ گفتم آقای عجیبیه، حلال مشکلات امام زمان. به صدوق میگوید لم لا تصنف فی الغیبت کتابا، چرا در غیبت کتاب نمی نویسی تا حل مشکلت بشه؟ عرض کرد قربونت برم، من در غیبت شما کتاب خیلی نوشتم و راستم عرض کرده. صدوق قدس الله سره خیلی بیشتر از 100 تا کتاب نوشته است. احادیث شیعه زنده شده قلم صدوق است. شیخ الطائفه است، شیخ مطلق در محدثین حضرت صدوق ابن بابوی هست. عرض میکرد من کتاب خیلی نوشتم در عصر غیبت. میفرمایند نه، مرادم این نیست، مرادم اینه در موضوع غیبت من چرا کتاب نمی نویسی؟ در باره غیبت من چرا یک کتاب علمی نمی نویسی که دل شیعه محکم باشد و منطقی در دست داشته باشد در مقابل اجانب؟ میگه چشم. خواب بیدار میشه. خواب حضرت صدوق هم مثل خواب بنده و شما نیست، از بیداری من و شما معتبرتره. ایده ببینید، او هم خواب شرفیابی خدمت امام زمان ارواحنا فدا. بیدار شد، شروع کرد به نوشتن کتاب کمال الدین و تمام النعمه، یا اکمال الدین و اتمام النعمه، راجع به غیبت امام زمان ارواحنا فدا. هنوز کتاب به کمر نرسیده، ربعش نوشته نشده، مشکلش حل شد. تاه گشایشتون، کلید باز شدن درهای مشکلات برای شما خدمت به امام زمانه. هر جای گرفتاری پیدا کردید که سخت شما را
گرفتار کرده و در زاویه حاده مثلث شما را به فشار آوردن، بچسب خدمت به امام زمان. اگه اهل منبری یک 10 تا منبر شلاقی جانانه جندار راجع به امام اصفر مردم را تکون بده، گریه کنن، متوجه حضرت بشه. اگه اهل قلمی یه جزوه بنویس راجع به یکی از خصوصیات حضرت و پخش کن. اگه اهل تدریس و تعلیم و تعلم هستی 10 تا مطلب راجع به حضرت و حجت تعلیم اطفال بکن. اگه هیچ کدوم اینا رو نداری، پول داری، پول خرج کن، حل مشکلت میشه، گره از کار دعا میشه. خودش به صدوق دستید. مطلب دستتون سپرده تا فردا. امیدوارم، خدا را قسم میدم به اسم اعظمش در قرآن که به زودی حضرت را آشکار بفرماید، ما را در هجران غیبتش باقی نگذاره. گفت که ای قوم روح پیکرم این است، حجت کبرای روز محشرم این است. اون همه اکبر بوده، وایده میرم حسین، اون همه اکبر بودن، اصغرم این است. رحمی کش بر فناست، حال محول. یه بچه ایران که این بچه مثل آتش شعله می کشد، یا ابا عبدالله، از دور آثار آتش در اون نمایان است. هر که از دور میبیند بچه در اضطراب، در انقلاب. گاهی سر روی دوش پدر می نهد، گاهی سر به سینه بابا می چسبانه. وای امان، های امان. معلومه که تشنه ها. فرمود بران چهر باب مقاتل نوشتن، فرمود یا آقا اسمو هذا الردی، یا الله اما ترونه کیف یتلظی عطشا من غیر ذنب اتاه الیکم. مگه نمیبینید بچه مثل آتش شده؟ مگه نمیبینید بچه مشتعله؟ تشنگی بچه مو کشته. منت بگذارید بر پسر فاطمه، ای بچه را سیرابش کنید، ای بچه گناه نداره. چشماتون تر شد، مرا کافیه یک آه و ناله و دعا بگویه. هنوز داشت حرف میزه، بچهش بالای دستش گرفته بود، حرف آقا تمام نشده بود. یک وقت دید علی می لرزه، علی مثل مرغ سرکنده شده. یا الله،
همچه که نگاه کردید تمام رگهای گردن بچه بریده. به حق امام حسین فرج امام عصر نزدیک فرما. ما را به دیدار و به نصرت اون بزرگوار سرفراز فرما. ما را در پناه امام زمان از هر خطا و خطری حفظ بفرما. مشکلات ما را آسان گردان. گره از کار همگان بگشاد. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. مقروضین قرضشون ادا فرما. دردهای نگفته و نهفته ما را دوا فرما. به حق محمد و آل محمد نعمت ولایت را تا نفس آخر در ما باقی بدار. در اولاد و اعقاب ما نسلا بعد نسل جاری بفرما. ما را به اخلاق پیغمبرت مؤدب و متخلق گردان. ذوی الحقوق ما خاصه آنانی که ما را به ولای اهل البیت هدایت کردند همشون را غریق رحمت فرما. آقایان محترمین و مخدرات محترمات هر حاجتی دارند و شرعی است برآور. عواقب امور بخیر. بالنبی و آله. الفاتحة مع الصلوات.